بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. حکایت آنها مثل کسی است که آتش می‌افروزد تا با نور آن پیرامونش را ببیند تا به زعم خود آگاهانه تر بر طغیانشان بیفزایند. اما چون اطراف روشن شود خدا آن نور را از آنها میگیرد و نابینا در ظلمات رهایشان میکند. نور و دیدن حقیقت بر آنان حرام است. هیچ ندای حقی را نمیشنوند، هیچ کلام حقی را بر زبان نمیآورند و هیچ حقی را نمیبینند. با این وجود اینان توانایی بازگشت از گمراهی به راه حق را ندارند. یا حکایت آنها مثل کسانی است که در شبی بارانی و تاریک و پر رعد و برق از خوف صدای رعب‌انگیز صاعقه های مرگبار انگشتان خود را در گوشها فرو بردند، امید که مفری بیابند، حالان که خدا بر همه ناسپاسان چیره و مسلط است. تو گویی برق آسمان می‌خواهد دیده‌هایشان را کور کند. هرگاه رعد و برقی برمی جهد بی اراده به سوی می روند و چون از غرش می افتد حیران و ماتم زده می ایستند و خطر را با تمام وجود حس می کنند و اگر خدا می خواست کر و کورشان می کرد و خدا بر هر کاری تواناست. ای مردم، پروردگارتان را بنده باشید، آن خدایی که هم شما و هم انسانهای قبل از شما را بیافرید و نعمت زندگی داد و با این پرستش شاید بتوانید حرمت خداوند را نگاه دارید. آن خدایی که زمین را چون فرشی به زیر پاهای شما گستراند و آسمان را بالای سرتان برافراشت و از آن بارانی فرستاد و به واسطه آن انواع میوه ها را رویاند تا روزی شما گردند و شما خود نیک می‌دانید که نباید هیچ چیزی را هم سطح و همتای خداوند بزرگ قرار دهید. و اگر به این قرآن که بر بنده خودمان نازل کرده ایم شک و تردید دارید، اگر راست میگویید یک سوره مثل آن بیاورید، گواهان هم از خودتان باشند نه از جانب خدا. و اگر نتوانستید که هرگز نمیتوانید ادعایتان را به اثبات برسانید، پس بهترین راه این است: از آتشی که هیزم آن از مردم و از سنگ است بپرهیزید. این چنین آتشی خاص ناسپاسان است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کس نزد است از این کمان، تیر مراد بر هدف. توی صحرا بگردی بچرخی این طرف اون طرف، یه عالمه هیمه هیزم جمع کنی، یک جا انباشته کنی، بعد کبریت بزنی، بعد هی خاموش بشه هی روشن کنی، هی خاموش بشه هی روشن کنی، فوت کنی فوت کنی فوت کنی، دود و دم وارد حلقت بشه، وارد چشمات بشه، تا بالاخره بگیره، هیمه ها شعله ور بشند، زغال بشند، زغال های افروخته بشند، بخشیشون هم خاکستر بشه. بعد اون سیب زمینی های نقلی رو برداری بندازی وسط آتیشا زیر خاکسترها و به انتظار تا پخته بشه. وقتی مغز پخت شد خاکسترها رو بزنی کنار، بخوای یکی یکی در بیاری، یه نالوتی از راه برسه
یه شوت کنه زیرش، همش رو هوا کن. چه حسی داری؟ چه حالی داری؟ خدا میگه اگر کسی هدایت رو بگذاره ضلالت رو برداره، آخرت رو بگذاره دنیا رو برداره، من خدا رو بگذاره لذات و شهوات رو برداره. یک چنین سرنوشتی خواهد داشت. یعنی میگذاریم خوب که اسباب فراهم شد، آماده شد، شوت میکنیم زیرش، کافش رو به هم میزنیم. اون چه میخواست نمیشه و اون چه میشه نمیخواست. مثل اونها، یعنی قصه اونها، حکایت و ماجرای اونها. اونا کیان؟ همونایی که تو آیه قبل گفت الذین اشتروا الضلالة بالهدی، کسانی که گمراهی رو برداشتن در ازای هدایت. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، درست ماجرای اون کسی است که در یک شب تار و تاریک آتشی رو افروخت. با چه زحمتی در دل تاریک شب گشت این هیزم ها رو جمع کرد، کبریت زد، روشن کرد. چرا؟ حالا من گفتم تا سیب زمینیاش پخته بشه. خدا میگه تا این که اطرافش روشن بشه، بفهمه کجاست و کجا باید بره، راه کدوم طرفه، چاه کدوم طرفه. میگه همین که این هیماها و هیزمها روشن شدن، خوب روشن شدن، این بلند میشه نگاه کنه اطرافش رو. ما در جای یک طوفانی تندبادی میفرستیم و خاموشش میکنیم. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، داستان اینها داستان اون کسی است که آتشی بیافروزد. فلما اضاءت ما حوله، همین که اطرافش خوب روشن شد، ذهب الله بنوره، خدا اون نور رو، اون روشنایی رو میبره. و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و اونا رو غرق یک عالم تاریکی میکنه. میخواد بگه ببین گناه آخرش آهه، نکن، نتیجه ای نداره. یه نفر هست که اگر باهاش باشی و اگر باهات باشه جهان رو فتح خواهی کرد، جهان رو فتح خواهی کرد. اگر دست او در کار باشه، اگر پای او در میان باشه، دیگه هیچ کوه بزرگی برای تو کوه بزرگ نیست. هیچ دره‌ای برای تو هولناک نیست. هیچ دریایی برای تو طوفانی نخواهد بود، چون بر هر کاری تواناست. بر هر کار. ببین اینجا نوشته ان الله علی کل شیء قدیر، همانا خداوند بر هر کاری تواناست، توانا و دانا و دارنده است. حافظ
پشتش به همین خدا گرم بود که میگفت چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. حافظ همین خدا رو شنیده بود و شناخته بود که میگفت یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر، که از آب 7 بحر به یک موی تر شد. هرگاه دیدی تمام درها بسته است، هرگاه بیماری داشتی یا بیماری داشتی که همه پزشکان جوابت کردند، هرگاه آرزوهای دست نایافتنی داشتی، با خودت این فراز از آیه رو مدام و مکرر زمزمه کن. بگو ان الله علی کل شیء قدیر. خدا بر هر کاری تواناست. آره من نمیتونم، ولی او میتواند. او میتواند. شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت که ای چشم و چراغ همه شیرین دهنان. تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد ماند، بنده ما شو برخورز همه سیم تنان. چقدر زیبا حافظ بندگی رو معنا میکنه. بنده ما شو برخورز همه سیم تنان، یعنی بندگی مساویس با برخورداری. ای که ما به شما گفتیم بیاید بنده ما باشید، در بند ما باشید، والله به خاطر اینکه برخورداری شما در این بود. مثل خاک به دانه گندم میگه ببین بیا بند من باش، در بند من باش، بنده من باش، خودتو تو دل من جا کن. به هر چه بخوای میرسی. ساقه میخوای بهش میرسی، برگ میخوای میرسی، خوشه میخوای میرسی. فقط راهش همینه، بند من باشی، در بند من باشی، بنده من باشی. به همین خاطر خداوند میگه یا ایها الناس اعبدوا، بندگی کنید. بعدم میگه ربکم، کیو؟ پروردگارتون رو، یعنی همون کسی که میخواد شما رو پرورده کنه، پرورش بده. بندگی کنم یعنی چی؟ یعنی هرچه من گفتم بگو چشم، چون و چرا نکن. اگه گفتم این کار خوبه ها، ولو بد بدونی بگو خوبه. اگه گفتم بده ها، ولو خوب بدونی بگو بده. چون او روی حساب و کتاب حرف میزنه. گفت همه نیک و بدی که در شمار است، چون در نگری صلاح کار است. بابا ما 100 تا حرف میزنیم یه دلیل نداریم، او یه حرف میزنه 100 تا دلیل داره. حکیم علیمه. همان راه یزدان بباید سپرد، ز دل تیرگی ها بباید سترد. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، بندگی کنید یک نفر رو، اونم پروردگارتون رو، همون کسی که شما رو رشد میده. گفت خاطر به دست تفرقه دادن نزیرکیست. اینقدر خودتو به دست این اون نسپار. مثل حافظ باش. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو ارادت توست. هیماها هیزمها در اول که هیمه و هیزم نبودن، شاخه بودن، شاخه های تر بودن، بالای سر بودن، سبز خرم، چه بر و باری داشتن. اما بریده شدن از درخت. همین که بریده شدن هیزم شد، هیمه شد، خشک شدن اسباب سوختن. این حکایت بریدگان از خداست. ماها حکایت شاخه داریم برای درخت وجود که خداونده. اگر
بریدیم از او، دیر یا زود هیمه و هیزم خواهیم شد و فقط به کار سوختن خواهیم خورد. خودمون رو به آتش میکشیم. ببین، فاتقوا النار التي وقودها الناس، مردم خودتون رو حفظ کنید از آتش. کدوم آتش؟ آتشی که وقودها الناس، هیمش، هیزمش خود شما مردمید. یعنی چی؟ یعنی خودتون بریدید شدید هیمه، شدید هیزم. فاتقوا النار التي وقودها الناس و حجاره. خوش باشید.